اگر علاقمند قرآن هستی کانال ما را سابسکرایب کن و ویدیو را تا آخر ببین. به یاد آور هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران شد. و گفتیم ای آدم، تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از نعمتهای آن از هر جا می‌خواهید گوارا بخورید، اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید شد. پس شیطان موجب لغزش آن دو شد، سپس آنان را از آن چه در آن بودند بیرون کرد و گفتیم همگی به زمین فرود آیید، در حالی که بعضی دشمن بعضی خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره برداری خواهد بود.